سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یکی از همراهان کانال درخواست تشریح، تحلیل یا توضیح یک بیت از بیدل رو داشتن. بیت بسیار پیچیده بود، توضیحش واقعا به صورت نوشتاری مشکل بود، مخصوصا که نیاز داشت گاهی لحن خوندن شعر رو هم مد نظر قرار بدیم. تصمیم گرفتم که این بیت رو توی کانال شرح بدم. عرض شود بیت مورد بحث رو از توی غزلیات بیدل براتون اول میخونم. غزلیات طبق معمول تصحیح آقای طباطبایی هست. بیت میگه: به رنگی کج کلاه افتاده خم در پیکر تیغش، که از حیرت محرف میخورد صورتگر تیغش. برای توضیح این بیت به یک سری از کلمه ها نیاز داریم که از کتاب هایی که قبلا هم خدمتتون عرض شده، واژه‌نامه شعر بیدل و مصطلحات و شعرای سیالکوتی فکر میکنم باشه وارسته، با تلاش آقای شمیسا چاپ شد. متاسفانه من کتاب اصلی رو گیر نیاوردم، مجبور شدم پرینت بگیرم و شرمنده آقای شمیسا باشم، ولی خب گیر نیومد واقعا، یعنی ناشر شرمنده ایشون باشه. عرض شود ما توی این بیت با یک سری کلمات بسیار ناآشنا برای مخاطب امروزی مواجه هستیم. یکی یکی میریم جلو و سعی میکنیم که یک معنای واضحی به دست بدیم از بیت. منتها این خوانش منه، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه خوانش های دیگری باشه، حتی اگر خوانش من صحیح باشه ممکنه خوانشی رو من نبینم، به چشم من نیاد، تأویل دیگه‌ای هم داشته باشه. هیچ اصراری من به صحت و سقم این مباحثی که اینجا ارائه میدم ندارم. بلخص راجع به ابیات بیدل. بیت مصرع اول میگه: به رنگی کج کلاه افتاده خم در پیکر تیغش. برنگی، باید ما این برنگی رو معنی کنیم به شکلی، به طوری. رنگ توی غزلیات بیدل خیلی کاربردهای بسیار بسیار گسترده‌ای داره. یکیش اینه برنگی، یعنی به شکلی. ما امروزه هم مثلا بخوایم یه چیزی رو بگیم میگیم جوری این اتفاق افتاده، ما میگیم به شکلی. بیدل میگه به رنگی، یعنی همون معادل به شکلی هست. ولی چون که اینجا با صورتگر و نقاشی و این چیزا ارتباط داره، بیت میاد به جای به شکلی یا به قدری یا به هر چیز دیگه به رنگی رو میاره، چون که بیت باعث میشه بیت توی حالت تناسب بهتری قرار بگیره. کلماتش مهندسی کلمه بهتری داره. وقتی که از صورتگر میگیم بهتر این طرف هم اصطلاحی رو به کار ببریم که رنگ داخلش هست وقتی که شدنی هست. بیدل میدونین استاد این کاره که بیت رو جوری شکل بده که شما نتونین حتی یک کلمه از اون وسط جدا کنین و بیت آسیب نبینه. بارها اینجور ابیات رو داشتیم از بیدل. کج کلاه توی اشعار بیدل یکی از اصطلاحاتیه که زیاد کاربرد داره، ولی در کل به معنای ناز و زیبایی توی این بیت مطرح میشه. یعنی کج کلاه به معنی زیبا هست. انسان زیبا رو میگفتن انسان کج کلاه. میگه انقدر این خمی که توی تیغ معشوق ممدوح، حالا هر کسی که هست، میگه به قدر این خم زیبا افتاده کج کلاه. هم کجی توشه هم خم توشه، یعنی کج و خم که به هم ارتباط سوری دارن. هم از نظر معنایی هم داره میگه که این خم توی تیغ این فرد چنان زیبا افتاده، چنان زیبا شکل گرفته. مصرع دوم پیچیدگی بیت شروع میشه که از حیرت محرف میخورد صورتگر تیغش. ما مسئله محرف خوردن رو اول باید حل کنیم توی این بیت که دو تا معنی، یعنی حتی من احساس میکنم ایهام هست، حتی یعنی ایهام تناسب اول فکر میکردم باشه، ولی بعد دیدم نه، کاملا ایهامه، انگار معنی میده هر دوتاش.
یکی معنای محرف خوردن به معنی زخم کاری خوردنه. وقتی که یک نفر خیلی بدجور زخمی میشه، بدجور آسیب میبینه، میگن محرف خورده. محرف خوردن خب معنیش میشه زخم کاری خوردن، ولی اینجا داره میگه از حیرت. زخم کاری که میکنه اینه که انسان رو از کار میندازه دیگه، انسان رو بیجون میکنه، بی استفاده یه جورایی میکنه. میگه از حیرت زخم کاری میخوره اون صورتگری که حالا اینجا مسئله صورتگر تیغ رو من احساس میکنم. تحقیقاتی هم انجام دادم، چیز چندان دندونگیری پیدا نکردم. احساس میکنم همون کسایی بودن که روی شمشیر نقش میبستن، نقش میزدن، چون که توی موزه اسلحه عفیف آباد شیراز اگر تشریف برده باشین دیده باشین که یک موزه اسلحه بسیار زیبا توی زیرزمین عمارت عفیف آباد هست، شمشیرهایی رو ما میبینیم بالاخص از دوره صفوی که دوره بیدل هم هست که اینا تزیین شدن، روشون حکاکی شده. من احساس میکنم منظور از صورتگر تیغ همون شخصیه که قرار بوده این تیغ رو تزیین کنه. چیز دیگه من نمیتونم برداشت کنم از صورتگر تیغ. اگر دوستان معنایی درست، صحیح تر و بهتر دارن توی کامنت ها بنویسن، هم به من یاد میدن هم به دیگر دوستان کمک میکنن. ولی برگردیم به معنی بیت. میگه که چنان این خمی که توی قامت این تیغ افتاده زیبا هست که انگاری دیگه نیازی به هیچ گونه تصویرگری این تیغ نداره، خودش همین جوری زیبا هست. حالا چرا قضیه محرف خوردن رو میاریم؟ یکی معنی محرف عرض کردم زخم کاری هست که حیرت انسان رو عملاً خشک میکنه، از کار میندازه. انسانی که حیرت زده میشه همینجوری سر جاش ثابت میشه دیگه، انگار آدمی که زخم کاری خورده و بیکار شده. یکی ارتباط محرف خوردن با خب شمشیر، ما توی این بیت حداقل با شمشیر مواجه هستیم، با توصیف شمشیر مواجه هستیم و محرف خوردن کاملا ارتباط داره با مسئله شمشیر. مسئله دیگه محرف اون قلم خطاطی میگن. قلم خطاطی که ما بهش قلم درشت میگیم، از نی خیزران استفاده میکنیم که نوکش هم کج هست، به این قلم میگن محرف. و یک معنی محرف خوردن رو من احساس میکنم بیدل کاملا آگاهانه از این استفاده کرده. انسانی که نقاش هست یا نویسنده هست یا خطاط هست در زمان تفکر قلم رو به دهن میبره، میگه که از حیرت محرف میخورد، یعنی قلم رو به دهنش میبره و دیگه میمونه چی کار کنه، چجوری این شمشیر رو زیباتر کنه از این چیزی که هست. یعنی محرف خوردن هم به معنای اون زخم کاری خوردن هست، هم به معنی خوردن این قلم و عملاً باز بیکار شدن دیگه. نقاشی که قلم به دهان میگیره یه جورایی داره فکر میکنه، حیرت زده هست، بیکاره. پس بیت دو تا معنی داره که هر دو معنی در نهایت به یک معنی رهنمون میشن، اونم این که این تیغ رو از این بیشتر نمیشه زیبا کنیم، همین جوری خودش با این حالتی که داره زیبا هست. حالا میگم میشه دیگه حالا بیایم با تعویل‌های متفاوتی به ابرو ربطش بدیم و اصلا من صرفاً میخوام بیت رو معنی کنیم به صورت کاملا ظاهری. تعویل‌های زیرمتنی کلیت غزل میمونه برای مخاطب که حالا چجوری میخواد با بیت برخورد کنه. این که ما یک تیغی داریم که خم چنان زیبا داخلش شکل گرفته که اون صورتگری که میخواد بیاد تیغ رو زیبا کنه میمونه که خب من چیکار کنم با این تیغ که به اندازه کافی زیبایی داره، مخصوصا که اون حالت خمیدگی تیغ با خمیدگی خطاطی خط، حالا نمیدونم دوره بیده نستعلیق رایج بوده، نسخ رایج بوده، سلس رایج بوده، بالاخره این کجی کشیدگی و حالت خط
خمیدگی تیغ به اون حالتهای زیبای خطاطی خط ایرانی و فارسی هم شبیه، که یکی از اون چیزهایی که من دیدم روی تیغها حکاکی شده دعاها و متون زیبا هست، یعنی خطاطی هست، خط خوشنویسی هست روی تیغ انجام میشه. و بیت همونجوری که گفتم این معنی رو میرسونه که انقدر این خمیدگی زیبا است. ببخشید من دائم تکرار میکنم، من وسواس دارم، واقعا دست خودم نیست، هی فکر میکنم نتونستم معنا رو برسونم، مخصوصا راجع به بیدل. چنان این خمیدگی زیبا حالت گرفته که صورتگر نمیدونه چجوری این خمیدگی رو زیبا کنه از طرفی، و از طرفی نمیدونه چجوری اون خطوط نستعلیق یا خوشنویسی رو توی این خمیدگی جا بده. انقدر زیباتر از اون حالتهای خمیدگی هست که دست صورتگر رو توی پوست گردو میذاره. این بود معنایی که حالا من از این بیت برداشت میکنم و همین. شب و روزتون بخیر. با بیت‌های بعد بازم در خدمتتون خواهم بود.